در کتاب درس اخلاق کلاس ششم دبستان ژاپن مطلبی وجود داره مرتبط با ایران. عنوان این مطلب هست فرش‌هایی که با آرزوی خوشبختی بافته میشن. این مطلب در مورد قوم قشقایی و بافت گبه هست و نویسنده در اون توضیح میده که بافت گوسفند، بافت رد پای گرگ، بافت چاه در گبه برگرفته از چه چیزی هست و در ادامه توضیح میده که خارجی‌ها وقتی که گبه ایران رو میبینن اون رو یک هنر فوق‌العاده تلقی میکنن، اما از دید من زنانی که بدون رفتن به مدارس هنر و طراحی گبه میبافند فوق‌العاده هستند. نویسنده این مطلب خانم کاتاوکا هیروکو هست که ایشون به گفته خودشون اولین بار در یک مغازه در توکیو گبه رو میبینن و با خودشون فکر میکنن که گبه رو چه افرادی بافتن و همین دلیل میشه که به ایران برن و با